که به اسم آقای گلپا ما میشناختیمشون، که 2 روز قبل از دنیا رفتن، امروز سه‌شنبه 16 آبان هست، ساعت 10 صبح امروز، یعنی 3 ساعت دیگه، در بهشت زهرای تهران، قطعه هنرمندان طبیعتاً، مراسم خاکسپاریشون هست. من این ویدیو درست کردم که اینو اطلاع بدم و افرادی که دوست می‌دارن اگر تا اون موقع دیدن بیان، وگرنه من اگه خودم تونستم میرم اونجا به صورت ولاگ، این مراسم مهرجویی که رفته بودم اونجا ویدیو میگیرم در همین جایی که دارید می‌بینید. اگه در آپارات هست فعلا همینجا، اگه در یوتیوب هست اینجوری دارم کجی همونجاست، اونجا آپلود می‌کنم. خب این عکس سمت راست چیه؟ این ویدیو 3 قسمت خواهد بود. من ویدیو دارم از دیروز، یه مراسمی در منزل ایشون بوده. اول باید نگاه کنم که چجوریه شرایط کپی رایتش و اینا رو به صورت اپیزودیک الان تو این 1 ساعتی فرصت دارم منتشر می‌کنم. گویا قرار بوده که ایشون رو در باغ زهیر، ببین این توی منطقه 1 تهرانه. من چند بار خواستم، چند سال پیش دوستی داشتم برم، چون مثلا فروغ فرخزاد و اینا هست، بنا بوده ایشون اونجا به خاک سپرده بشه، ولی تصمیم گرفته شده که ایشون در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده بشن. اونجا یک شرایط خاصی داره. این باغ زهیر دلار من میدونم، تو حوزه اینم فعال بودم، اطلاع دارم. اونجا یه مقدار اگه علاقه‌مندان ایشون هم اگر بخوان مثلا از این به بعد برن مراجعه بکنن، راحت تری که چیز باشه، بهشت زهرا باشه. چرا که ایشون مثلا دوست داشته که به نظر میرسه که آقای محجوبی پیانیست پیش ایشون به خاک سپرده بشه، که دعوای خیلی شد. در سال فکر کنم 42-43 از دنیا رفتن. آقای گلپا رفت آواز خوندن بالای مزار ایشون، من اینو شنیدم. و حال این مراسم بر ترتیب قرار ده که در بهشت زهرا برگزار بشه امروز. من گفتم اطلاع بدم برای دوستای خودم سریع بفرستم. و این که رفتم اونجا، محجوبی 2 تا بودن. یکیشون پیانیست بوده به نوعی که انقدر خلاقانه کار انجام میداده ایشون، که با اینکه این فرد نوت به معنی سولفژ نمیدونسته، خودش یه خطوطی درست کرده بوده برای ما به ازا قرار دادن اصوات با دیدای نوشتاری و به قشنگی آنچنان با یک ساز اروپایی تلفیق کرده موسیقی سنتی ایرانی رو، یعنی اجرا کرده که اصلا ما از اون دوره به بعد، حالا موضوع این ویدیو آقای فقط گلپا هستش، محجوبی نیست، ولی خب بخوام بگم که ایشون ارادتی که داشته، خب ما میدونیم که در واقع ایشون اوایل کارش رو تو اون برنامه‌های گل‌ها و رنگ و اینا با هم کار میکردن، خیلی دوست بودن. مراسمی هم که دیروز منزل ایشون گویا برگزار شده بوده به صورت خصوصی، تو ویدیو بعدی میام عکساشو نشون میدم. هنرمندان اونجا بودن و به حال لیست دست گل فرستادن و اینا، اگه امکان داشته باشه بیام اینجا نشون میدم. در واقع خیلی دوست داشتن افراد آقای گلپا رو. و چیزی هم که برای من جالبه که ایشون هیچ وقت نرفت، مهاجرت نکرد، که اگر مهاجرت میکرد حتما اونجا مثلا در جنوب کالیفرنیا همشون رفتن. شرایط خیلی متفاوت تری داشت ولی این کار رو نکرد. ایشون گرایشات خیلی وطن دوستانه خیلی شدیدی داشته. مال یه ویدیویی هست اینجا قسمت‌های بعدی من نشون میدم، مال آذر سال قبل. بعد ایشون علتی که از دنیا رفتن گویا بیماری قلبی داشتن، حتی جراحی هم کرده بودن و 2 روز قبل متاسفانه اتفاق میفته. حتی ایشون، من یه مصاحبه ازش شنیدم، در دوران کرونا رفته بود فرانسه پیش بچه‌هاش، فکر میکنم چند مدت به خاطر این قرنطینه و اینا مجبور شد بمونه اونجا، ناراحت بود از اینکه من چرا نمیتونم برگردم ایران، حالا مجبور شدم بخاطر کرونا ببرم تو فرانسه. این از این بود پرسونالیتی و شخصیت این آرتیست برای همیشه جالب بود. اصلا علتی که من دوست می‌دارم امروز برم مراسم اونجا رو اگه بتونم همینه. در واقع خیلی خوبه هنرمند اینطوری باشه. چون در واقع فردی بود که اگر مثلا، حالا خیلی هستن مثلا رفتن تو حوزه موسیقی، این برای کسایی که نمیدونن اینو میخوام بگم، خانم هایده رو در واقع ایشون کشف کرد.
این یه نمونه کوچیکه. یعنی سطح این افراد بعد این فرد مخصوصا سطح این فرد از لول کسایی که تو دههای قبلی اون دههای اولیه رفتن لس آنجلس ما دیگه هنرمون داره هدر میره، در اگر کار انجام ندیم دیگه هنرمون هدر رفته و رفتن اونجا و هیچ سنگی هم از سنگ تکون ندادن. این فردی بود که اگر این فرد میرفت حرف برای گفتن داشت، حتی در سطح جهانی، ولی این کار رو نکرد تا لحظه آخر در اینجا بود. همین الان هم شما سند مجسمش دارید میبینید که ایشون در واقع در بیمارستان فکر کنم جمع تهران از دوری رفتن، یعنی عمل جراحیشون اینجا انجام داده، درستی که فرزنداش در اروپا هن و نمیدونم در آمریکا هن و خیلی راحت میتونست یا من جراحیمو مثلا میرم یه جای دیگه انجام میدم. این خیلی خیلی آموزنده است این موضوع. خب همین این فقط ولی خواستم سریع منتشر میکنم و تا اونجایی که فرصت بشه ویدیوهایی که الان این 2 روزه فرصت نکردم متاسفانه که به این موضوع بپردازم، اما هنرمندای حوزه پاپ مخصوصا به حال ابراز ارادت کردن توی کنسرتاشون. اونا میخوام نشون بدم و مراسمی که دیروز در منزل ایشون بوده تصاویر جالبی داشتش و نشون بدیم که داخل چجوری. حالا نگاه کنم شاید کپیرایتش چجوری، حالا مال آقای بابازاده است یا چیز نیست، ببینم که اگر شد در قسمت‌های بعدی. پس اگر دارید این ویدیو رو دم ظهر می‌بینید احتمالاً من رفتم به ایزرا و همون به سبک آقای مهرجویی. اگه آقای مهرجویی نکته در همین آپارات اگه دارید می‌بینید که نوشته که مزار داریوش مهرجویی. تو یوتیوب هم اگه دارید می‌بینید تو همون کانالی که دارید می‌بینید چند ویدیو قبل‌تره. اون قطعه هنرمندان انقدر دیگه من این اواخر رفتم دیگه حفظ شدم جای مزار هر کسی کجا هست. اونجا سریع هم یه تورهای سرپایی برگزار میکنم ببینم که اون اطراف احتمالاً اون قسمتی که همین الان به ذهنم رسید، قسمتی که آقای مهرجویی رو و همسرش رو اونجا خاک سپاری کردن قسمت جدید قطعه هنرمندان هست چون اطرافش خالی بود. احتمالاً حالا نمیدونم مثلا صلاح دید اون مدیریتی شهرداری یا وزارت ارشاد و اینا چجوریه اونجا، اما چه برنامه‌ریزی کردن، اما احتمالاً توی همون محدوده‌ای که در واقع قسمت‌های جدید قطعه هنرمندان هست ایشون به خاک سپرده بشه که بعد کم آیه ناصر فرهودی هم خود اونورتر بود و مهرجویی اینا یه چند ردیف این طرفتر. حالا آدرساشو میتونید سرچ بکنید، اما قسمتی که هست روبروی فکر کنم 236 300 یا فراموش کردم مثلا یه سر تا سری دیگه قسمت جدیدش خیلی راحت تر پیدا میشه. خب حالا همین اینو سریع من آپلود بکنم تا بعد. فعلا همگی پس این آقا پس مراسم در باغ ظهیرالدوله برگزار نمی شود در بهشت زهرا قطعه هنرمندان. احتمالاً قطعه هنرمندان چک نکردم گفتن که بهشت زهرا ساعت 10 صبح احتمالاً قطعه هنرمندان خواهد بود. این باغ ظهیرالدوله حکایاتی داره، حکایت اون زمان قدیم دهه 30 و 45 فرق می‌کرد. الان اینجا اصلا سیستم متولیش معلوم نیست چیه، اصلا یه حالتی با اینکه زیر نظر میراث فرهنگی اصلا حتی بازدیدش هم اصلا محدودیت‌های خاصی داره. ولی آرتیست اگه مثلا خود شجریان حالا یک جایی هستش که عمومیه ولی خب هر لحظه نمیشه رفی، هر روز که ممکنه مثلا باز این شرایط اونجا سخت داره. اما به ایزار قطعه هنرمندان هر کسی مثلا از علاقه‌مندان ایشون میتونه بره اونجا. اگه بهزرا تهران باشه قطعه هنرمندان میتونن برن هم اونجا به مزار آقای در واقع مثلا گلپا سر بزنن، هم کنارش مثلا چند نفر دیگه هم هستن. اصلا خود به خود یاد کردن هنرمندان باعث میشه درباره‌اش صحبت بکنن و غیره. اونجا باغ ظهیرالدوله ترافیک وحشتناکیه، اصلا حکایت میشد برگزار کردن مراسم. علاوه بر این از اون به بعد چه مصائبی خواهد بود برای علاقه‌مندان ایشون که می‌خواستن برن اونجا مثلا سر بزنن. پس به نظر این خیلی بهتر شد که این قطعیه که دارم میگم، اما اینکه من ویدیو دیروز درست نکردم خاطر همین که مشخص نبود که در حقیقت کجا برگزار میشه. اما من الان با اطلاعی که دقیق دارم میگه همسرشم فکر می‌کنم
تایید کردن این موضوع رو و گویا یک سایتی هم دارن این اعلام کردن. من دارم با قطعیت اینو میگم. خب همگی خدا نگهدار.